سلام برای بچه، چطوری؟ امیدوارم هر چه که حسارتون خوب باشه. امروز داخل این ویدیو اومدیم به یه سری از قسمت‌های با اسفندی که هرگز پخش نشدن و ترسناکن ریاکت کنیم. و برای بچه من میتونم تو پیسی بهش ریاکت کنم، ولی چون بک‌گراند خراب میشه من داخل موبایل بهش ریاکت کنم. بدون معطلی اگه جدید هستید ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک ویدیو فرشته زنگوله چت هم بزنید. آیدی اینستاگرام من این بالا اگه دوست داشتید برید فالو کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خونه باب اسفنجی. اختاپوس. برامش فکر کنم اون ستاره پوشش معنی میده. اختاپوس ترسیده. او باب اسفنجیه. What the fuck. اختاپوس هم فکر کنم شیطانی شد. فاک چه قیافه ترسناکیه. الفرار. ترکید. فکر کنم آقای خرچنگه. میگه رودهات و قلبت مال منه پسر. اینم سنگ قبرشونه. پاتریک و باب اسفنجی. برای من سعی میکنم زیاد وسط ویدیو حرف نزنم و خودتون ببینید. میگه یکی از قربانیان شخص به اسم باب اسفنجی و جسد او هنوز پیدا نشده. پلانکتون. شیش ساعت بعد. شاید بهتر استراحت ابدی کنیم. او له شد. ترکید. نه من نمی‌خوام. خواب میدید برای بچه همه رو. او باب اسفنجی. باب اسفنجی هم کنم شیطانی شد، یا شاید هم یه باب اسفنجی دیگه است. اختاپوس آقای خرچنگ شیطانی شده. پاتریک هم هست. میگه تو قراره بمیری. چه بک‌گراند خفن و بالیه. او ترکید. سندیه. سندی یکم تندتر بود. اوه سندی هم برای بچه شیطانی بود. برای بچه میریم یه قسمت دیگه شو ببینیم که با این فرق میکنه. یک روز خوبه دیگه در رسول آقای خرچنگ.
بچه داره از خودش همبرگر درست میکنه. قیافه اختاپوسو قیافه رو what the fuck. آقای خرچنگ قیافه هاشون زشت شد. براش نکنه فرمول مخفی همین خود باب اسفنجی باشه. الان داره از خودش درست میکنه همبرگر و آقای خرچنگ میگه شاید بیشتر از فرمول مخفی بخوای استفاده کنی. میگه همین مقدار دوست داشتید. میگه شب دلتون میخواد بردارید آقای خرچنگ. اختاپوس میگه ما رو دور ننداز. شوا واقعا خیلی احمقه بابا اسفنجی. فات چه قیافه بدی داشتش برای بچه. من عاشق کارم رستوران آقای خرچنگم. خب براش این بود ویدیو امروزم. اگه دوست دارید حتما چنل ما سابسکرایب کنید، لایک این ویدیو، فحش زنگوله حتما بزنید. یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.